چشماشو خراب کرده هم کلیه‌هاشو. قند خون، دیابت. رفتم دکتر گفت قندت آزمایش بده. دادم گفت مال قندته. مهدی انسولین زدن سخته؟ انسولین زدن که سخت هست. من خودم روزی 3 بار انسولین میزنم. قند نه چشماشو خراب کرده نه کلیه‌هاشو. هستن کسانی که چشمشون و کلیه‌شون از دست دادن در اثر دیابت، ولی من ورزشکارم، کنترل میکنم دیابتم. وقتی ما غذا میخوریم، پروتئین ها، چربی و مواد قندی اون به مولکول های کوچکتر شکسته میشن. گلوکوز مولکول کوچک قند و سوخت اصلی همه سلول های بدنه. گلوکوز یا همون قند شناور در خون وقتی نتونه وارد سلول ها بشه، هم سلول ها گرسنه میمونن و هم مقدارش توی خون زیاد میشه. اینو بهش میگن دیابت. 13 ساله که دیابت نوع 1 دارم. تعدادی از جوانای سعی و سلامت دیابتی رو تو پارک ملاقات میکنم. بهترین ورزش پیاده‌روی؟ بله حتما. اونا انجمنی دارن که تجربه هاشون رو به دیابتی‌های دیگه یاد میدن. این جوونا هر روز ورزش میکنن. آقای محمد علی ازدواج کردی نه؟ بله خانم دکتر. چند وقته؟ هلوش 5 ساله. در بدن همه ما هورمونی به نام انسولین از غده پانکراس ترشح میشه. غده‌ای که زیر معده قرار گرفته. انسولین کلید ورود قند به داخل سلول‌های بدنه. ببینید مثلا حرف آی انسولین و جی مولکول قنده. دیابت یعنی اختلال در ترشح انسولین و در نتیجه بالا رفتن قند خون بیش از اندازه طبیعی. وقتی قند در خون زیاد باشه تو رگ‌های کوچک بدن رو سود میکنه و اونا رو میبنده. تو رگای چشم، تو رگای قلب، تو رگای کلیه‌ها، چشما کم‌بینا میشن. قلب ممکنه سکته کنه، یعنی قسمتی ازش بمیره. کلیه‌ها ممکنه از کار بیفتن و برن به سمت دیالیز. 126 خانم دکتر. خیلی خوبه نه؟ بله. صبحونه خورده بودی؟ بعد از صبحانه 126 خوبه. قبل از صبحانه چند بود؟ 90. مقدار قند خون در حالت طبیعی و ناشتا بین 60 تا 100 میلی گرم در دسیلیتره. از 100 تا 125 مستعد دیابت محسوب میشه و قند خون ناشتا بالاتر از 126 دیابت. حالا دیابت چند نوع داره؟ نوع 1، نوع 2، دیابت بارداری. تو دیابت نوع 1 که بیشتر از بچگی یا جوانی مشخص میشه، انسولین تو بدن ترشح نمیشه. 10 سالم بود که مشخص شد دیابت نوع 1 دارم. انسولین میزنم، خوشگیرم هستم. مدالم گرفتی؟ نه، قهرمان جهان کشور. آفرین تو. تو دیابت نوع 2 که بیشتر از 40 سالگی به بعد بروز میکنه و 85% دیابتی ها از این نوعن، انسولین ترشح میشه اما کارایی نداره. قند خون در دیابت نوع 2 با قرص کنترل میشه. 24 ساله که انسولین میزنم. خب تو غذا چه رعایتایی میکنی؟ نون و برنج و لبنیات و میوه رو با حساب کتاب میخورم. حتی میوه رو بعضیا میگن میوه چقدر میخوایم بخوریم. نه حساب کتاب داره. میخواید از دیابت پیشگیری کنید؟ چاقی، مدام نشستن، ورزش نکردن، سیگار و بدغذایی آدم رو مستعد دیابت میکنه. برعکس این موارد حتی میتونه از دیابت پیشگیری بکنه. با ورزش درست حتی میشه نیاز به انسولین و قرص رو در دیابت کاهش شد. حتی میشه ورزشکار حرفه‌ای شد. پس یادمون باشه که تشنگی زیاد، زخمایی که دیر خوب میشن، ضعیف شدن بینایی و زود خسته شدن میتونن از نشونه‌های دیابت باشن. اگه حداقل سالی یه بار قند خونمون رو آزمایش بدیم، یه وقت اگه دچار دیابت شده باشیم زود میفهمیم و کنترلش میکنیم. حالا تو دنیا 350 میلیون نفر دیابت دارن. 24 میلیونش تو آمریکا زندگی میکنن. در ایران ما 4 میلیون نفر دیابتی هستن. نکنه ما هم جز اونایی باشیم که دیابت داریم و ازش خبر نداریم.